دوستان عزیز سلام، وقتتون بخیر. دهقانی هستم، علی دهقانی، مشاور بیمه، کسب و کار و کوچ مالی شخصی. در ویدیوی صبح که در خدمتتون بودم درباره بزرگترین اشتباه مردم در شروع سرمایه گذاری صحبت کردیم. حالا در این ویدیو میخوام دقیقاً بگم که قبل از این که اصلا اولین قدم سرمایه گذاری رو برداریم باید چه تصمیماتی رو بگیریم. خب اول این که باید مشخص کنین چرا میخواین سرمایه گذاری کنین. دوست دارین پولتون رشد کنه، دنبال بازنشستگی هستین، دنبال یک درآمد دوم هستین، یا میخواین آینده بچه‌تون یا بچه‌هاتون رو بسازین. تا وقتی که هدف مالی مشخص نکنین، هر سرمایه گذاری که انجام میدین میتونه اشتباه از آب در بیاد. دوم، میزان ریسک پذیری خودتون رو واقعا باید بشناسین که تا چه حد شما ریسک پذیر هستین. بعضی ها شجاعترند، بعضی ها محتاط‌تر هستند. سرمایه گذاری جاییه که احساسات و شخصیت شما مستقیم میتونه روی نتیجه اثر بذاره. اگر نمیدونین چقدر ریسک پذیر هستین، حتی بهترین فرصت ها هم میتونه برای شما اشتباه باشه. و موضوع سوم این که برای خودتون یک استراتژی ثابت تعریف کنین. بدون استراتژی هر روز با یک حرف و یک کانال و یک تحلیل روبرو میشین و سردرگم میشین که کدوم یکی درسته. استراتژی یعنی چی؟ یعنی چقدر در ماه سرمایه گذاری کنین؟ در چه حوزه هایی؟ با چه نسبت هایی سرمایه گذاری کنین؟ یا چه دوره زمانی رو در نظر داشته باشین؟ وقتی استراتژی داشته باشین، تصمیم های احساسی و عجولانه رو هم میذارین کنار. خب میتونیم یه جمع‌بندی برای مطلبمون داشته باشیم. قبل از سرمایه گذاری هدفمون رو روشن کنیم که دقیقاً دنبال چه هدف هستیم. ریسک پذیریمون رو بشناسیم، تا چقدر محتاط هستیم یا در ریسک پذیری تا چقدر شجاع هستیم. و از استراتژی های مختلف یکی رو به عنوان استراتژی ثابت در نظر بگیریم. این سه تا موضوع میتونه ستون فقرات موفقیت مالی شما باشه. خب در پایان دوستان عزیز، اگر ویدیوی صبح رو ندیدین حتما لطفاً ببینین و اگر این مدل نکات مالی و تجربه های واقعی و سعیم هست که مواردی رو که خودم تست کردم و ازش نتیجه گرفتم و بتونم به آگاهیتون برسونم و به کارتون میاد، لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید، سابسکرایب بفرمایید که ویدیوهای بعدی رو هم از دست ندین. بسیار بسیار متشکرم.